هر گونه عددی جفت رو اگر ما با 5 ضرب زدنی باشیم ما این گونه حل کرده هم میتوانیم. یعنی با 2 ضرب زده میگیریم و در آخر 0 میمونه. مثال 88 ضرب 5 برابر 88 رو با 2 تقسیم کنیم میشود 44 و در آخر 0 میگذاریم. اگر 46 رو با 5 ضرب زدنی باشیم 46 رو با 2 تقسیم کنیم میشود 23 و در آخر 0 میگذاریم. برای عددهای طاق هم همین گونه ما استفاده برده میتوانیم. مثال عدد 73 رو ضرب میزنیم به 5 یعنی با 2 تقسیم کنیم 73 رو میشود 36 و از 10 5. در این ما ویرگول رو نمیگذاریم یعنی 0 همراه نمیکنیم و ویرگول رو نمیگذاریم. اگر 45 رو با ضرب کنیم با 5 این میشود 22 از 10 5 یعنی ویرگول رو نمیگذاریم 0 هم نمیگذاریم. عددهای جفت 0 میگذاریم عددهای طاق ویرگولش رو نمی نویسیم. یعنی چگونه ما کدام سبب این طور ضرب میزنیم. یعنی اگر 5 این میشود 10 تقسیم 2 برای همین ما با 2 تقسیم کرده 0 10 رو میگذاریم. یعنی x ضرب 10 تقسیم 2 این 10 تقسیم 2 5 گفتگیش یعنی میشود x تقسیم 2 ضرب 10. اگر مثال هایی هستند که 36 ضرب 25 باشد یعنی 36 رو با 4 تقسیم میکنیم میشود 9 و به 100 ضرب میزنیم میشود 900 یعنی 25 از 4 1 3 100 می باشد.